به نام خدا، با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همکاران گرامی. توتونچیان هستم و در این قسمت قصد داریم که در رابطه با آزمون اردیبهشت 1402 در بخش نظارت و طراحی بحث و بررسی بکنیم و همچنین خب ما در چند روز اخیر یک نظرسنجی رو در کانال تلگرام خودمون انجام دادیم و دوستان زیادی لطف کردن در این نظرسنجی شرکت کردن و قرار بود که نتایج حاصل از این نظرسنجی رو بحث و بررسی بکنیم و واکاوی بکنیم علت و عواملی که دست به دست هم میدن که دوستان نمیتونن در آزمون ها اونطور که باید و شاید حاضر بشن و نتیجه قبولی رو کسب بکنن. امیدوارم مطالبی که در این قسمت خدمتتون عرض میکنم برای شما مفید واقع بشه و بتونید در آزمون های آتی به بهترین نحو استفاده بکنید. همونطور که در این نمودار ملاحظه میکنید، فراوانی تعداد سوالات آزمون نظارت اردیبهشت 1402 وجود داره. خب در این نمودار همونطور که مشخصه همچنان مبحث 16 از دیدگاه طراحان مبحث بسیار جذابی هست و تاکید بسیار زیادی بر روی این مبحث صورت گرفته. خب ما 16 تا سوال از مبحث 16 داریم. در ادامه خب ما 7 سوال از مبحث 14 داریم و 7 سوال از نشریه 128 داریم. خب همونطور که میبینید در واقع شما با تسلط بر این سه مبحث 16 و 14 و نشریه 128 قسمت اعظم سوالات رو تسلط پیدا خواهید کرد. خب بله، مثلا ما از مبحث 15 که مبحث راحت تری هست 3 تا سوال داریم، یا مبحث 19 مثلا یک سوال مطرح میشه که اغلب به همین ترتیب هست، یعنی از مبحث 19 در آزمون نظارت زیاد تأکیدی روش صورت نمیگیره. از نشریه 172 و فهرست بها که در واقع به تازگی به در واقع رفرنس هایی که برای آزمون باید مطالعه بشه اضافه شده. خب هر کدوم 2 سوال مطرح شده. در آزمون های ادوار گذشته هم در چند دوره اخیر هم همونطور که در واقع شاهد بودید از فهرست بها همین 1 الی 2 سوال مطرح میشه. خب با توجه به اینکه زیاد پیچیده نیست، خب تسلط بر بحث فهرست بها خیلی میتونه به ما کمک بکنه که بتونیم در واقع نتیجه قبولی رو کسب بکنیم. موضوع بعدی که وجود داره خب اطلاعات تخصصی بحث تأسیسات هست که شما باید مطالب، منابع مختلف، کتب مختلف رو در واقع مطالعه بکنید که بتونید به اینها دسترسی داشته باشید و در واقع اینها رو جوابگو باشید. نکته بعدی که وجود داره این هست که درسته از نشریه 128 ما 7 سوال مطرح شده، ولی دقت داشته باشید نشریه 128 ما تاکید میکنیم که جلد 1، جلد 2، جلد 3 و جلد 6 که 2 قسمت هست مطالعه بشه. پس شما با یک حجم عظیمی از مطالب سر و کار دارید و تنها 7 سوال از اون در واقع مطرح شده. البته این به این معنی نیست که در آزمون‌های بعدی به همین صورت هست، چون در یک آزمون مثلا ممکنه که تاکید بر روی نشریه خیلی بیشتر باشه و از مباحث سوالات کمتری مطرح بشه که در آزمون‌های ادوار گذشته هم دیدیم این اتفاق افتاده. فقط بحث ما این هست که شما یک دید مناسبی داشته باشید که بله برای هر مبحثی شما باید چقدر وقت بذارید و به چه نحوی باید تسلط داشته باشید. پس علت مثلا کم بودن سوالات از نشریه 128 در این آزمون به این علت نیست که طراحان از این در واقع چشم پوشی کردن. ممکنه در آزمون بعدی جای نشریه 128 و مبحث 16 با هم دیگه عوض بشه. ولی دقت داشته باشید مبحث 16 یک مبحث، یک کتاب هست، ولی نشریه 128 چندین جلد هست و در واقع این میتونه باعث این بشه که وقت شما گرفته بشه و مدت زمان زیادی از شما بگیره برای مطالعه، هرچند چیز زیاد پیچیده‌ای در اون نیست. پس همونطور که در این نمودار میبینیم اگر ما بتونیم به نشریه 128 مبحث 17 16 و 14 تسلط کافی داشته باشیم، شانس قبولی ما بسیار بسیار افزایش پیدا میکنه. هرچند از مباحث دیگه هم نباید چشم پوشی کنیم، چون همین مثلا مبحث 15 سه تا سوالی که ازش میاد واقعا قابل زدن هست و چیز زیاد پیچیده‌ای در اون پیدا نمیشه. در آزمون طراحی خب ما علاوه بر بحث مباحث، نشریه ها و غیره یک سری مطالب تخصصی در اون وجود داره که باید به اون دقت بکنیم و مطالعه داشته باشیم. همونطور که در این نمودار ملاحظه میکنید خب ما حدوداً 10 تا سوال از بحث هوارسان و سایکرومتریک رو داریم، 10 تا سوال از بحث پمپ و سیستم های هیدرونیک رو داریم و 5 سوال از سیستم های سرمایشی و بحث برج خنک‌کن رو ما داریم. خب دقت داشته باشید دوستان، شما وقتی که این فراوانی سوالات رو ملاحظه میکنید میبینید که
با تسلط بر بحث سایکرومتریک، پمپ و سیستم‌های هیدرونیک و سیستم‌های سرمایش، شما 25 تا سوال رو دسترسی دارید برای حل کردن. پس ببینید که چقدر میتونه تسلط بر موضوعات مختلف و دونستن این که کدوم موضوع من باید روش وقت بذارم چقدر میتونه در قبولی شما تاثیرگذار باشه. در آزمون‌های اخیر ما دیدیم که در بحث بخار هم دوستان طراح ما وارد شدن. خب در این آزمون از 2 سال از بحث بخار برای ما مطرح شده. نکته بعدی که وجود داره باز هم بحث نشریه 128 هست. خب 5 تا سوال از نشریه برای ما مطرح شده، در حالی که 5 تا سوال هم سیستم‌های سرمایشی برج خنک مطرح شده. خب به نظر شما عزیزان تسلط بر سیستم سرمایشی برج خنک راحت تر هست یا تسلط بر مطالبی که در نشریه وجود داره با اون حجم عظیم اطلاعاتش؟ قطعاً سیستم سرمایش و برج خنک. پس ما می‌بینیم که نباید اینها رو از دست بدیم. نباید بحث سیستم‌های سرمایشی، پمپ و بحث‌های سایکرومتریک رو نباید از دست بدیم، چون اینها کاملاً میتونن در واقع شاه کلید موفقیت ما باشن در آزمون طراحی. پس دوستان دقت داشته باشید که این مباحثی که وجود داره بسیار بسیار حائز اهمیته. من خیلی تاکید میکنم حتی یک تست هم میتونه در قبولی یا عدم قبولی شما نقش داشته باشه، ولی شما اگر زمان مناسب داشته باشید برای مطالعه قطعاً باید برای تمام مطالب وقت بذارید. اما اگر زمان شما محدود هست، شما هم باید با یک استراتژی و برنامه‌ریزی مناسب برای آزمون طراحی در واقع خودتون رو آماده بکنید. پس این فراوانی سوالات به شما نشون میده که روی کدوم قسمت مطالب و مباحث شما باید تسلط بیشتری داشته باشید. در آزمون‌های ادوار گذشته هم بحث سایکرومتریک ها، پمپ و سیستم‌های سرمایش همواره مورد توجه بوده و در این آزمون هم می‌بینیم از 60 تا سوال که 2 سوالش حذف شده، از 58 تا سوال 25 تا سوالش در واقع بحث‌های این 3 تا بحثی هست که بسیار حائز اهمیت، زیاد هم پیچیده نیست. شاید از همین 25 تا حداقل ما بتونیم حالا با توجه به استرس آزمون ما بتونیم 20 تا سوال رو جواب بدیم. خب این چقدر میتونه در قبولی ما تاثیر مضاعف داشته باشه؟ کما اینکه میبینیم در بحث مبحث 16 5 تا سوال رو داریم، مبحث 17 4 تا سوال رو داریم. خب در مبحث 19 1 سوال بیشتر از بحث نظارت برای ما مطرح شده. پس اینها بسیار بسیار حائز اهمیت. امیدوارم مطالبی که اینجا خدمتتون عرض کردم برای شما تونسته باشه مفید بشه. خب در ادامه ما وارد بحث نظرسنجی هایی که کردیم میشیم و واکاوی میکنیم علت این که دوستان عزیز ما نمیتونن در سر جلسه آزمون اونطور که باید و شاید به نتیجه مناسب دست پیدا کنن. خب در اولین سوالی که ما جویا شدیم این هست که در واقع فراوانی قبولی ها و مردودی ها رو در واقع ما پرسیدیم که 219 نفر در واقع اومدن شرکت کردن. از این 219 نفر 17% تونسته بودن در نظارت قبول بشن، 31% نظارت مردودی داشتیم، قبولی طراحی 8% بود، مردودی طراحی 31%، قبولی اجرا 3% و مردودی اجرا 10%. خب الان ما اینها رو میخوایم تفکیک بکنیم و ببینیم که به چه ترتیب هر کدوم در واقع عمل شده و به چه نحوی دوستان تونستن در سر جلسه آزمون عملکرد داشته باشن. خب در آزمون نظارت 36% ما قبولی داشتیم و 64% در واقع مردودی داشتیم. علت این چی هست؟ باید بحث بکنیم. در آزمون اجرا ما فقط 21% قبولی داشتیم و 79% مردودی داشتیم و در آزمون طراحی هم به همین ترتیب 21% قبولی و 79% مردودی داشتیم. خب نکته‌ای که وجود داره این هست که برای من خیلی جالبه اینکه چرا در واقع نتایج آزمون اجرا و نتایج آزمون طراحی که این همه سخت‌تر از آزمون اجرا هست تقریباً یکیه. خب این به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که دوستانی که میتونن در بحث آزمون اجرا شرکت بکنن عزیزانی هستن که حداقل پای 2 نظارت رو دارن. خب پس این عزیزان با توجه به مشغله کاری که دارن نمیتونن اونطور که باید و شاید روی مطالب و مطالعه مطالب وقت بذارن و این باعث میشه که در آزمون اجرا که سوالاتش بیشتر شبیه بحث نظارت هست تا بحث طراحی نمیتونیم اونطور که باید و شاید
بحث قبولی رو داشته باشیم. ولی خب حالا بحث آزمون طراحی هم جدا هست و با هم دیگه بحث و بررسی خواهیم کرد. خب در سوال بعدی ما جویا شدیم از دوستان که آیا در زمان آزمون دوستان تونستن زمان رو تحت کنترل خودشون در بیارن؟ ما همواره تاکید بر این داشتیم که ما از 60 سوالی که برای ما مطرح هست و جلوی روی ما هست باید جوری زمان بندی بکنیم که در 2 ساعت ابتدای آزمون بتونیم یک بار همه 60 سوالات رو مرور بکنیم. از این 60 سوالی که مرور میکنیم یک سری سوالات رو در جا پاسخ میدیم بهشون، یک سری سوالات رو شک داریم، یک دایره دورشون میکشیم، یک سری سوالات رو اصلا بلد نیستیم، ضرب در دورشون میکشیم و دیگه بهشون بر نمیگردیم. در مدت باقی مانده ای که برای آزمون نظارت، طراحی یا اجرا وجود داره، بعد از اون 2 ساعتی که خدمتتون عرض کردم باید برگردیم. مثلا فرض بکنیم که در بار اولی که ما رفتیم جلو تونستیم از 60 سوال 20 سوال رو جواب بدیم. خب ما برای قبولی، برای اینکه تضمین داشته باشه قبولی ما، به 35 36 تا سوال نیاز داریم. خب پس باید برگردیم در اون مدت زمانی که باقی مونده و از بین اون سوالاتی که شک داشتیم و دورشون یه دایره‌ای کشیده بودیم 15 تا سوال 16 تا سوال گلچین بکنیم و اونهایی که مطمئن هستیم رو جواب بدیم بهشون و قبولی ما در واقع تضمین بشه. خب دوستانی که در آزمون نظارت و طراحی شرکت کرده بودن، در واقع در نظرسنجی که شرکت کردن 75% دوستانی که در آزمون طراحی بودن گفتن که زمان رو نتونستیم کنترل بکنیم. خب شما عزیزان وقتی که نتونید زمان رو کنترل بکنید خب قطعا نمیتونید به نتیجه موفقیت دست پیدا کنید. در آزمون نظارت 54%شون گفتن که نتونستیم زمان رو کنترل بکنیم. خب این کنترل کردن زمان باید تمرین و تکرار بشه. همیشه تاکید کردیم که دوستان عزیز در 2 هفته باقی مونده به آزمون باید از خودتون در واقع آزمون آزمایشی زماندار بگیرید و نحوه تنظیم زمان رو همونطور که خدمتتون عرض کردم باید اون رو تمرین بکنید. تا این تمرین صورت نگیره، تا شما تست زماندار نزنید، سرعت عمل شما و کنترل زمان شما در زمان آزمون افزایش نخواهد یافت و نمیتونید اون نتیجه‌ای که در واقع مد نظرتون هست رو بهش دست پیدا کنید. من به اسلاید قبلی برمیگردم. ما 21% دوستانی که طراحی شرکت کردن قبول شدن و در اینجا 25%شون تونستن که زمان رو کنترل بکنن. پس میبینیم که نتایج چقدر به هم نزدیکه. اگر ما بتونیم زمان رو کنترل بکنیم، اگر بتونیم با استراتژی مناسب به سوالات جواب بدیم و تسلط مناسب بر روی مطالب داشته باشیم، قطعا میتونیم در آزمون ها نتیجه قبولی رو کسب بکنیم. خب ما سوال بعدی که پرسیدیم بحث این بود که همواره تاکید میکنیم حداقل در 2 هفته الی 10 روز باقی مونده به آزمون هر 2 روز یک بار یک آزمون از خودتون بگیرید و آزمون رو به صورت زماندار از خودتون بگیرید و بعد آزمون رو تحلیل بکنید. چه سوالاتی رو درست زدید، چه سوالاتی رو غلط زدید و چه سوالاتی رو اصلا نزدید. اگر نیاز به مطالعه داشته باشید در روز بعدش مطالعاتی داشته باشید و روز بعد از اون دوباره یک آزمون دیگه از خودتون بگیرید. حداقل تاکید داشتیم که 6 تا آزمون، حالا هم نظارت و هم طراحی، از خودتون بگیرید. دوستانی که شرکت کردن 66%شون گفتن که ما این کار رو انجام ندادیم. خب دوستان عزیز، شما وقتی که این کار رو انجام ندید، وقتی که خودتون رو در معرض یک آزمون آزمایشی استاندارد قرار ندید، نمیتونید تسلطتون، سرعت عملتون رو افزایش بدید، نمیتونید زمان رو کنترل بکنید در زمان آزمون و اون نتیجه‌ای که میخواید رو نمیتونید بهش برسید. در سوال بعدی ما پرسیدیم که آیا در زمان آزمون شما به فکر درصد بالا بودید یا نهایتا میخواستید به 50% و بحث قبولی برسید؟ خب دوستانی که در آزمون نظارت شرکت کرده بودن 29%شون گفته بودن که ما میخواستیم درصد بالا بزنیم. چرا این تفکر وجود داره؟ ما در جلسه آزمون تمام تلاشمون بر این باید باشه که تعداد سوالات غلطمون به حداقل ممکن برسه و فقط به فکر قبولی باشیم. شما با زدن درصد 60 70 80% هیچ چیز اضافی به دست نمیارید دوستان. بی خود اضطراب و استرستون رو در جلسه آزمون افزایش ندید با این تفکرات. در آزمون طراحی خب خوشبختانه 17%شون به این فکر بودن که درصد بالا رو بزنن. خواهشی که دارم به هیچ عنوان به این مطالب
در واقع تفکر نکنید و در سر جلسه آزمون تمام هم و غمتون و تلاشتون بر این باشه که تعداد سوالاتی که شک دارید و ممکنه غلط در بیاد رو به حداقل ممکن برسونید و ضریب اطمینان قبولیتون رو و زدن درصد 50% رو بالا ببرید. خب در سوال بعدی پرسیدیم که آیا شما تمام منابعی که در سایت مقررات ملی ساختمان ارائه شده رو همراه خودتون داشتید؟ خیلی جالب بود برای من که 37% دوستان گفته بودن که نه، همراه نداشتیم. خب عزیزان، وقتی که آزمون در واقع به صورت جزوه باز هست، شما باید هر منبع، هر کتاب، هر چیزی که دم دستتون هست و میتونه حتی کمک کنه یک تست اضافی بزنید رو با خودتون باید داشته باشید. یک تست، حتی یک تست میتونه دوستان در واقع تضمین بکنه که شما قبول بشید و یا رد بشید. خب در سوال بعدی پرسیدیم که آیا شما بر اضطراب و استرسی که ناشی از عدم تمرکز و پاسخگویی بر سوالات تسلط داشتید و تونستید بدون اضطراب به پاسخگویی به سوالات بپردازید؟ خب خیلی جالبه. 33% دوستان گفتن که نه، اضطراب نتونستیم کنترل بکنیم و 49% دوستانی که در آزمون طراحی بودن گفتن که نتونستیم اضطراب خودمون رو کنترل بکنیم. یکی از عواملی که ما میتونیم اضطرابمون رو در جلسه آزمون کنترل بکنیم همین آزمون‌های آزمایشی که تاکید می‌کنیم، همین زدن تست زمانداره، همین تمرین و تکرار کنترل زمان هست. شما وقتی که زمان تحت کنترل شما باشه، اضطرابتون کاهش پیدا می‌کنه. شما وقتی که تصورتون بر این باشه که قرار نیست همه سوالات رو جواب بدید، اضطرابتون کاهش پیدا می‌کنه. خیلی از دوستان میگن که خب این سوال خیلی سخت بود. خب دوست عزیزم، اگر سخت بود ما قرار نیست همه سوالات رو جواب بدیم. از اون سوال بگذرید. اصلا اون سوال مطرح شده که شما رو به دام بندازه، وقت شما رو از شما بگیره و اجازه نده شما به قبولی برسید. شما نباید در این دام‌ها گرفتار بشید. خب در سوال بعدی پرسیدیم که آیا در آزمون نظارت بر مباحث و نشریات و غیره تسلط داشتید و تونستی با سرعت عمل به جوابها برسید؟ 53% گفتن خیر. خب این برمیگرده به نوع مطالعه، برمیگرده به این که ما در زمان مطالعه تست‌های آموزشی نزدیم و در زمان نزدیک به آزمون تست زماندار نزدیم و اینها همگی باعث میشه که تسلط ما کاهش پیدا بکنه. ببینید شما وقتی که تست آموزشی میزنید همه تست ها رو باید بزنید. یعنی منظورم همه تست ها یعنی وقتی که یک سری سوالات رو دارید بررسی میکنید از هیچ تستی نباید بگذرید، ولی در جلسه آزمون اینجوری نیست و ما باید از یک سری تست ها بگذریم و برای گذشتن هستن اون تست ها و نباید روشون وقت بذاریم و وقتمون رو تلف بکنیم و اضطرابمون رو افزایش بدیم. در سوال بعدی در رابطه با بحث طراحی پرسیدیم که آیا شما نسبت به مباحث مهمی مثل سایکرومتری، پمپ ها و غیره تسلط داشتید؟ تونستید مطالعه خوبی داشته باشید؟ 69% دوستان گفتن نه، تسلط نداریم. خب عزیزان، شما وقتی که تسلط به این مطالب مهمی که با هم در اسلاید دوم بحث کردیم که قسمت اعظم سوالات طراحی رو در بر میگیره، چطور میخواهید که قبول بشید در آزمون طراحی؟ چطور میخواهید که به درصد 50% حداقل برسید؟ پس شما باید واقعا وقت بذارید، باید مطالعه بکنید، باید از منابع مختلف استفاده بکنید که بتونید تسلط مناسب و کافی رو داشته باشید. باید به اندازه کافی تست آموزشی و تست زماندار بزنید که تسلط شما به حد مناسبی برسه که در زمان آزمون بتونید به حد اکثر سوالاتی که از این هیته مطرح میشه جواب درست بدید. خب سوال بعدی هم که پرسیدیم که آیا به خاطر اضطراب و استرسی که داشتید در دام سوالات گرفتار شدید؟ چون وقتی که جواب سوالات میاد بیرون ما دوباره سوالات رو بررسی میکنیم میبینیم که ای وای این تیکه از سوال تله سوال بوده و من گرفتارش شدم. 58% دوستان گفتن که بله گرفتار تله سوالات شدیم. باز هم عرض میکنم علت این که ما گرفتار تله سوالات میشیم اضطرابمون هست. علتش این هست که ما نمیتونیم زمان رو کنترل بکنیم و علتش این هست که ما تسلط کافی بر روی مباحث نداریم. پس 3 کار باید بکنیم. باید مطالعه مناسب داشته باشیم. در زمان مطالعه باید تست آموزشی بزنیم. در زمان نزدیک به آزمون باید تست زماندار و آزمون از خودمون بگیریم و زمان رو تحت کنترل خودمون در بیاریم و اینجوریه که بر اضطراب و استرس
غلبه میکنیم و در دام سوالات کمتر گرفتار میشیم. و سوال بعدی که پرسیده بودیم این بود که آیا بعد از اینکه در واقع جواب آزمون اومد و شما با بدون استرس به سوالات نگاه کردید، آیا همچنان در حقیقت سطح سوالات رو بالا در واقع تصور میکردید یا نه تفکرتون این بود و تصورتون این بود که اگر وقت زیادی داشتید میتونستید به سوالات جواب بدید؟ خب دوستان که در طراحی شرکت کرده بودن، خب 20% گفتن که اگر زمان بیشتری داشته میتونستیم جواب بدیم. این برمیگرده به باز هم به بحث عدم تسلط و عدم کنترل زمان. و دوستانی که برای بحث نظارت بودن 49% گفته بودن که اگر زمان بیشتری داشتیم میتونستیم جواب بدیم. یعنی وقتی که در زمانی که استرس آزمون رو ندارن میبینن که خیلی از سوالات قابل پاسخگویی هستن ولی در زمان آزمون چون استرس خیلی زیادی دارن نمیتونن اونطور که باید و شاید عملکرد مناسبی داشته باشن. خب دوستان عزیز، امیدوارم مطالبی که خدمتتون عرض کردیم و این نتایج حاصل از این نظرسنجی بتونه برای شما مفید باشه. برای آزمون‌های بعدی بتونید با یک برنامه‌ریزی مناسب مطالعه داشته باشید و انشاءالله به لطف خدا نتایج قبولی رو کسب بکنید که همیشه عرض کردم همه شما دوستان وقتی که نتایج قبولی رو کسب می‌کنید برای ما بسیار لذت بخش و خوشحال کننده است. امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید.